در دانشگاه کشاورزی اکثر دانشجویان به قرار رهبریت درباره گرفتن بیانات برای پوشیدن نقاب طبی مخالف نیستند. آنها میگویند به این قرار هم بدون نقاب به دانشگاه وارد شدن غیر امکان بود. آموزگاران دانشجوی بی نقاب را از درس خارج میکردند. در دالان‌های مؤسسه هم اختیاریان رعایت شدن قاعده‌های بی‌خطری را از جانب دانشجویان نظارت می‌کنند. حجت امضا کردن که همه قاعده‌ها را رعایت می‌کنیم. یعنی این درس هر میشود تا صنفا نداشته باشی درس ها نمیمونند آمدن بعد دستا آنتیسپتیک میپرسن و خیلی جزو ندارد نیستگ نبودن که خارج میکنیم خیلی نبود با فکرم نیستگ نبودن. یعنی شما چرا امضا کردید؟ نه ما سخت مخوانم خیلی که هم باید با قانون رعایت کنه. ما برای که باید دیگه آن زرازی نکنیم خیلی دیگه اینا ما بچه‌ها پس سر میکنیم ببینن که معلم ما چه خلای معلم کلانسول هستن و اگر که ما چه نکنیم باید بیمار میشوند. قرار گرفتن بیانات از دانشجویان در دانشگاه اگرری از جانب ستاد مبارزه با پنشوی کرونا ویروس قبول کرده شده است. مسئولین این دانشگاه میگویند آنها توصیه‌های وزارت معارف و ستاد کشور را عاید به مبارزه با کووید 19 آموختند. اما دانشگاه میگوید مسئله اخراج دانشجویان برای این کار در نظر نیست. به گفته آموزگاران از چنین چاره‌ها تنها در حالت ضروری می شود استفاده کرد. آگاهانیده می شود و تمام دانشجوها امضا گرفته شده است که یعنی با ماسکه ها با دهانبند ها باید در دانشگاه گردند، مسافه اجتماعی را رعایت کنند. هنگام نشدن آگاهانیده می شود، در مراتبه دوم رعایت نکردن ما حتما پدر و مادر را دعوت میکنیم، صحبت میگذرانیم و در حالت نشدن میتونیم تا از دانشگاه خارج کردن هم ما. آمار گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایه کمتر نشان داده می شود. شروع از ماه ایول پزشکان محلی در یک روز از 30 تا 50 حالت نو را آشکار کردند. اما سنجش درستی این آمار دشوار است. وسایط اخبار عامه دولتی تنها درباره رعایت چاره‌های بی‌خطری صحبت می‌کنند و از این موضوع خودداری می‌کنند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی ماه آخر استفاده برندگان از مرگ زیادی نفران از این بیماری خبر دادند. این گونه خبرها هنوز قبل از رسما اعلان کردن وجود کرونا ویروس در تاجیکستان هم صدا می‌دادند. مقامات 3 اپریل از اولین حالت سرایت کووید 19 در کشور رسما اعلان کرده بودند.